کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در یک نامه تعزیه مرگ سردار شعبه بین منطقوی کمیته در منطقه کولا پلکوونیک سیدزاده ابوبکر را رسما تصدیق کرد، ولی درباره علت مرگ او یگان تفصیلات نداد. قبلا گزارش شده بود که پلکوونیک سیدزاده روز 2 ایول در پی یک مناقشه بر اثر آب با خانواده شیبانوف در نویه دنغره جراحت برداشته وفات کرده است. او 58 سال داشت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با اظهار اندوه و بیان تعزیه به اهل خانواده و نزدیکان مرحوم ابوبکر سیدزاده گفت رفتن او تلفات بزرگ است برای اداره. وی انسان حقیقی بود، همکار کاردان و دوست شفیق، افسر واقعی که خود را همیشه آدم خدمت شایسته به وطن میدانست. شخصیت بود برای حفظ وطن چیزی را از خود دریغ نمی داشت. دانش، تجربه، ملکه، خاطره درخشان او همیشه در یادها باقی خواهد ماند. سیدزاده ابوبکر برای خدمت‌هایش با چندین مکافات‌های اداروی و مکافات‌های دولتی مدال شجاعت سرفراز گردانیده شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده درباره علت مرگ پلکوونیک سیدزاده یگان تفصیلات نداده است. این در حالی است که قبلا رادیوی آزادی با تکیه به 2 منبع در حکومت و بیمارستان نویه دنغره خبر داد که پلکوونیک سیدزاده روز 2 ایول بر اثر لتکوب و جراحت برداشتش در بیمارخانه جان داد. به گفته این منابع در بدن ابوبکر سیدزاده آثار لتکوب بود. به اطلاع آنها او را ساعت 11:15 2 ایول به بیمارخانه آوردند، اما پزشکان نجات دادن نتوانستند. از دهان و بینیش خون زیاد رفته بود و احتمال بر اثر ضرب جگر یا دلش کفیده است. همصحبتان آزادی گفتند که پلکوونیک سیدزاده در برابر کار در کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با 6 پسرش در نویه دنغره 20 هکتار زمین پخته داشت. به اطلاع آزادی روز 2 ایول بین این منصبدار با شیبانوف یک خانواده پرنفوذ در دنغره بحث سر زده است. شیبانوف در کنار زمین پخته سیدزاده کشت جواری مکه داشتند. سیدزاده را 5 نفر زدند. 2 پسر خود سیدزاده هم در جای حادثه بودند. گفتند همصحبتان آزادی در دنغره مقامات این خبر را رد یا انکار نمی کنند.